بینندگان عزیز، در استودیو برنامه نوبتی در امید است و من مریم دولت و در خدمت شما هستیم و امروز هم یک بانوی عزیز به حضور ما آمده است و از مشکلات خودش برای ما نقل کند و امیدواریم که از این صحبت شما هم بینندگان عزیز برای خودتون چیزی دریافت میکنید و از این بانو عرض سپاس میکنیم که با ما باور کرده درد دلشون رو میخوان اینجا بیان کنند. خوش آمدید، مرحمت میشنوم. سلامت باشید معلم عزیز. مسئله که باعث درد، تشویش و نگرانی من شده است وقتی آخر همین زدن کودک. یعنی که من وقتی که خشمگین، عصبانیت عصبی میشوم احساسات خود را اداره کردن نمیتوانم. کودکانم رو میزنم. این از کودکیشون میزدم. شما چند سال هستید؟ یعنی حال من 45 ساله هستم. فرزندتون چند سالن؟ فرزندانم یکی مکتب رو تمام کردن، دیگری حالا خواننده مکتب صنف 10 هست و نو بس از آن که دو فرزند دارید؟ دو فرزند دارم. دختر کلان است، اما وقتی که خشمگین میشم نمیدونم چی که احساسم ما اداره کردن نمیتونم. مبدو یکی بلند گپ زند یا یکم کارو به خوبی اجرا کردن نتواند. در همین دستی من تیار برای زدن بیرحمانه. اگر نمیدونم بعدی که میزنم، بعدی که آروم میشوم، من میفهمم که کاری نادرست است. مثلا با بیرحمی و وحشانیت خودم قایل هستم. وقتی که من باز در شبکه‌های اجتماعی میبینم که مثلا فرزندان رو بودی که مادر بسیار بیرحمانه میزنند، این از یک نگاه انمون زدن منم مثل که همونا بر این حاضر خیلی وشته است و من به خودم حاضر وقتی آخر نفرتم زیادتر شده است. نمیتونم، میخوام که امین رها شوم از این چیز. چون که مثلا مادر من یاد دارم که من از کودکی شطه میخوردم. راست خیلی مادر من مثلا برای فرزندو مادرش نه پدرش میزد. بیبیم دستی زننده نداشت. بابای مادری هم دستی زننده داشت و مادرم و همچنین نمیتونست احساسات خود رو اداره کرده. ما رو مثل در یکم حالتی بگم گناه کردن یا یکم چی میزد، سخت میزد، بیرحمانه میزد و همین چیز به من داده شده است و من بسیار وقتا میستم زیق میشم که اگر همین چیز به فرزندی من، به فرزندان وی داده شود، انا این چیز رو من دیگر ممکن که دیگر به خودم نبخشم. انا فاجعه زندگی من ممکن انا این چیز. شما شوهر دارید؟ شوهرم هست. مناسبتتون با شوهرتون چه است؟ خوب است؟ نه، ما بسیار جنگ میشم. ما بسیار بینمون نقشن و فهمی و همین گپ گریزی ها بسیار میشود. مشکل همین گونه اوله ها در اون است که یک عباره است در زبان تاجیکی میگن علم موسی رو از عیسی میگیرد. شما مسئله خودتون اون چند سبب است؟ یکیش اون چیزی خودتون گفتید که من از مادرم و از بیبیم و این چیزها از سرشون گذشته است. برای شما یک قاعده عمومی تربیه شده است در نخونک. تربیه نیست. تربیه وقتی که ما انتظام میخواهیم چیزهای دیگر دارد. زدن در یگان حالت به منفیتی نه پدر و مادر است نه کودک است. با زدن هیچ کس رو تربیه کرده نمی شود و شما بسیار خوب گفتید که از آنها به شما آمده است و تشویش شما، نگرانی شما بی اساس نیست. واقعا این میتواند فرزندای شما در آینده در فرزندای خودشون این قاعده رو برند. نگرانی شما واقعا اساسناک است و سپاس از شما که شما این حس میکنید، مسئولیت خودتون حس میکنید که در آینده این چگونه ضرر آوردنش ممکن است. این سلسله زورآوری باید قطع شود. یک نفر باید قطع کند و شاید همین آدم شما شوید. اگر شما به این خاتمه گذارید، من بعد نمی رود یا کمتر می رود. و چیزی دیگر است که مثلا خواهران من هم نسبت فرزندانشون همین رفتار رو دارن. دشنام هم میکنید کودکای؟ بله. دشنام بیزی؟ دشنام میکنن. اون چیزی که نسبت به شخصیتش میرسن، تحقیر میکنن، در همون حالت سخت میرسن به عصبی کودک. واقعا همه اعضای چنین عائله ها خودشان به عافیت روانی و معالجه روانی نیازمند هستند. شما باید دانید که این غضب از کجا است. گپ در سر اون است که شما گناهکارید. گپ در سر اون است که اون غضب به درجه در داخل شما زیاد است.
شما اونو در داخلتون داشته نمیتوانید. شما میگید که اداره کردن نمیتوانم و اداره کردنش هم مشکل است. شما علم های زیادی از مادرتون دارید که شما رو با همین اذیت کلان کرد. شما رنجش های زیادی از شوهرتون دارید که بین شما مناقشه ها بسیار سر میزنند و شاید از جاهای دیگر هم میگیرید. دل انسان یک ظرف بسیار خرد است. وقتی داخل اون از همین رنجش ها، از همین نفرت ها، از همین قهر و غضب نسبت دیگران پر می شود و شما نسبت خود آنها اینا نمیتوانید پر را استفاده برید. شما مثلا به شوهرتان هر نفرتی که نسبت او دارید پر را گفتن نمیتوانید، زیرا جای ترس است که میزند و از شما قوی تر است. خطر ترس دیگرتان ویران شدن عائله است. شما میترسید که گپ از این معیار میگذرد و عائله پریشان میشود. شما با مادرتان اینا گفتن نمیتوانید، خواه زنده باشن خواه از سر رفته باشن و در نتیجه این غضب ها در داخل شما ایستادند و در میده ترین حالت یک سوزن با اون پفک رسید، تمام هوا از همونجا میبراید و به سر یک آدم بیگناه میریزد و همون فرزند شما البته خود به خود نمیشود، یک عملی صادر میشد از جانب او که غضب شما رو میآورد، ولی سبب اساسی اون نیست. سبب اساسی اون است که همون ظرف داخل شما از همین احساسات منفی پر است، لبریز است و همین یک قطره آخر باعث آن می شود که همه آن می ترکد و به سر این کودک بیگناه می ریزد. این یک سببش. سبب دومش شما می دانید، عقل شما می گیرد که کودک در جواب ظلم شما به شما ظلم کرده نمی تواند و این باعث آن می شود که شما به ایبا، به ترس، به یگان استحاله همه غضب به سر این کودک می ریزید، خود در شکل تحقیر، خود در شکل زدن، خود در شکل های دیگری که باشد. از این رو یک همون اصول همون است که شما باید بالای خودتان کار کنید. پیش از همه باید دلتان رو، همون قهر و غضب و نفرتی که در داخل شما هست، شما دلتان رو از اونها باید خالی کنید با اصول های بی ضرر و بی خطر. یکی از این اصول ها یک چند نمود است. من برای شما سه تاشو میگم، بینندگان عزیز شما هم به این چیز توجه کنید. شاید شما هم اگر در همین گونه حالات قرار داشته باشید این اصول ها میتوانید استفاده برید. یکش شکل نوشتن است. برای آدمایی که نوشتن میتوانند، سواد دارند، برایشون قبول است، نوشتن است. نوشتن نام اصول مکتوب معالجوی است، یا که بعضا میگن مکتوب به آزاردهنده. شما یک ورق کاغذ میگیرید و از همون آنهایی که شما را رنجاندند یک نفر انتخاب میکنید. انتخاب کنید و با اون مکتوب رو نویسید. مکتوب بی تحریر است. همه اون چیزهایی که در قهرتون به کودکاتون میگید شما اون گپا رو اینجا بگویید. خواهید همه آدم دشنام کنید، خواهید دوی بد کنید، نترسید. شما دلتون خالی میکنید. می نویسید هر چیزی که نسبت همون آدم در دلتون دارید. چقدری که دستتون نوشت همون قدر می نویسید. بعضی ها معیار میمونند، بعضی روانشناسا میگن باید از 5 ورق کم نباشد، بعضی ها میگن معیار ندارد، ولی من گمان میکنم معیار هر کس از اون خودش است. یک نفر در یک صفحه همه قهر و غضبش میریزد، برای یک کس زیادتر نوشتن لازم است. نویسید، احساسات خودتون رو نویسید، از نام خودتون نویسید. بگید که من فلانچه هستم. میتونید نامتون نگید من در فلان حالت خودم چگونه حس کردم. تو من خیلی آدمی بد هستی، من بدی های قدر تحمل کردم، طاقت کردم، جای گفتم جای نگفتم و غیره و هاک زمان در علم، در رنجش، نفرت، هر چیزی دارید می نویسید. در وقت نوشتن می توانید گریه کنید. گریه‌تون اومد، از گریه نترسید. اشک چشم یکی از اصول های پاک کردن روان ماست. اگر قهرتون اومد می توانید در همون موارد یگون بالشت، یگون خیسچه، یگون چیزی که افتید مشکوب کنید. قهر و غضب شما در شانه هاتون، در بدنتون رست میشه. اگر وقتی شما برآوردن نمیتونید، وقتی حتی با کودکاتون نمیگید شما همیشه نمیبرید و وقتی که ما غضب ها در داخل میموند ما خودمون بیمار میشیم. این قدم یکم، نوشتن بی تحریر. قدم دوم، بعدی که همه قدر که ضرور است و برای شما موافق است نوشتید، میتونید کاغذ مجخ کنید با تمام قهر و غضب. تصور میکنید که همونجا دشمنتون همین کاغذ است، کاغذ مجخ میکنید. بعد این کاغذ پره میکنید. هر چقدر زیادتر پره کنید همونقدر غضبتون به واسطه دستتون میبره. وقتی نوشتید برآمد، اینم هم باید واسطه دست هم به واسطه روان. و نهایت کاغذ میسوزانید و سوختنش تماشا میکنید.
بعد که شما این قدم گذاشتید خودتون حس میکنید یک نفسی سبک از درونتون میبراید، یک ذره یک دلتون یک پاره چاکش خالی میشه. شما در این عمر از 40 بالاتون چقدر جمع کرده اید حسابش گم است. برای شما چنین مکتوب ها رو خیلی زیاد شد نوشتن لازم میشد. شاید تکرار به تکرار به عنوان همون یک نفر نوشتن لازم میشه. شاید در یک مکتوب همش نمیبراید. کار با قلم های رنگه. یک دسته قلم های رنگ رو میگیرید، یک ورق کاغذ میگیرید و میکشید. خیلی که راست بیاید. دستتون دراز میکنید، کدام قلم دستتون گرفت. با چشمتون انتخاب کردنتون شرط نیست. هر چیزی که گرفت میتوانید کشیدن گیرید. اگر خواهید صورت خواه کشید. ولی آسان‌ترش همین است که هیچ چیز نمیکشید. یعنی فکر نمیکنید، فقط همون احساسات بیرون میبرید. دست کار میکند و در کاغذ همون احساسات شما به واسطه قلم میبراید. این اصول های هستند که خیلی خیلی مهمند که ما به طور بی خطر و بی ضرری به هم به خودمون هم به اطرافیان دلمون خالی کنیم. خب اصول های دیگر هم هست. بعضی ها مثلا لب آب میروند اونجا گریه میکنن، گفتگو میکنن. واقعا همین خیلی است. یعنی با این اصول ها باید شما از بس که امروز قهر به اون درجه رسیده است که شما به خطر فرزنداتون حمایت کردن نمیتوانید، شما باید با این اصول شاید خیلی خیلی زیاد کار کردنتون ضرور میشه. این یک چیز است. یک چیز دیگر، شما به حد زیاد کار میکنید. کارتون زیاد است. خیر، کار میکنم. با کاری دولت بنده هستم. اگر که در خانه عموما گویا قریب که کار نمیکنم. الان یاردمچی است، دستیار است دخترم. ولی با وجود شما کی اتوبوس رفته بودید؟ باری آخران ماهی ینور بود. همیشه. در اتوبوستون چیکار کردید؟ بغیر از همون تشویش و کار و باری باز خانه. شما از کار خانه ولی من وقت نیفتم به مهمونی روم یک جای یک بکنم. پس شما دم نگرفته اید؟ نمیدونم، این عصبانیت و خستگی شما دم نگرفته اید. اون دو سببش ما گفتیم. یک سبب دیگر همین خستگی به آخر خود ماست. زنها یک مشکل سخت دارن. با خودشان حق دم گرفتن نمیدهند. فکر میکنن که اینا به این حق ندارن. بعد یک چیز دیگر است که مثلا همون شوهر اگر ما رو بینن که مثلا یک سر روزانه اگر سر در بالی باشیم در با کیانا و تن خدا دو دستان دیگر ما میترسیم در پیش شوهر خوب کردن. یا اگر در خانه باشن خدا نکند که روزی شنبه یک شنبه برآمده نروند و ما ساعتی تا ساعتی 8 یا 10 خواب کنیم. یعنی شما در خانه هم حق آرام بودن ندارید. حق آسودگی ندارید. این هم خیلی سبب جدی است. بعد مثال میبرن که انا مامای من ایخل بود اوچه من ساعتی 3 میخست 4 میخست انا ایخل و تنها با من تنها میپیچد. متاسفانه مردای ما درد دارند، همشون البته بعضی هاش این چیزا دارند. اصلا شوهر شما از قبیل اون مرد هست که در علم پسیکولوژی ابیوزر میگن اصلا اگر نمیتونی که شاید ظالم باشد. دارد بسیار ظلم و ظالمی شیدن نیست این چیز. من بعضا وقت تا همون درجه میرسد که من روی راست هم میگویم که ظالم هستی، واقعا هم ظالم هستی. ظلم تو همون اثر ظلم تو است که مثلا من با فرزند ظلم میکنم. بله و بعد خودم هم یک بار و چم در سری و گفتم که دستی زننده که داشتین همین چیز ندامه اومد رسید. ماما میگفت که زن چقدر مهربانی ای شوهر بیند هم قدر به فرزند میتید. آخی ما وقت شده ایوتیت چی دیدم به غرض شتکوری و اون سر میخواست شت زده کار میرفت بگه بو بابا جغ میدرمد بو همین خیلی باید اگه برای من میگه هیچ نمیتونستم بعد همین زورم به شما میرسید. درست است. اون همون حقیقت است که واقعا شما پیشترک ما هم گفتیم که در داخل شما چیزی باشد شما به اطرافیان همون چیز داده میتوانید. شما در جای کار خودتون اداره میکنید سخت تمام روز زیر خودنظارتی شدید هستید. زیرا در کوچه، در جای کار، در مهمانی شما به سر آدم‌ها خر و غضب ریخته نمیتوانید. این حق به خودتون نمیدید. و این چیزی جمع شدگی از خدا که در اومدید میترکد به سر آنها میریزد که خودشون از شما حمایت کردن نمیتوانند. و شما این اصول ها رو استفاده برید. خوش در مسئله مناسبت با شوهرتون به شما لازم می شود که به نزد یک روانشناس عائله روید و شاید یک چند درسی
مناسبت سازی رو بگیرید، زیرا در همه مناسبت ها عادتا دو طرف سهم گذارند. من گفتن نیستم که شما گناهکارید، من گفتن نیستم که اصول های هستند که شما میتوانید استفاده برید و با این شوهر تا اندازه همون حالت متشنج خانه‌تان کمتر کنید. یک نفر رو تغییر دادن نمیتونه، مثلا هیچ کس رو تغییر دادن نمیتونه. حتی فرزندی کودکی که مثلا 1 ساله است و مثلا این زمان این نمود شیر یک شیر دیگر طلب میکنه، ما کودک مجبور کردن نمیتونیم، گفتن نمیتونیم که من این شیر خوری نشه نخور. ولی شما یک کار دیگر رو کرده میتونید، هر انسان دیگر هم میتواند طرز مناسبت خودتون، طرز انگیزه خودتون و طرز مناسبت اون آدم تغییر دادن. زیرا شما وقتی که اون آدم ظلم میکند شما میرنجید، میترسید و چیزهای دیگر از سرتون میگذرد. این یک چیز است. بالا این کار کردنتون لازم. و چیزی که من پیشتر براتون گفتم، حتما استراحت کنید. شوهرتون میخواد یا نمیخواد این مشکل خودش است. شما باید یکون جور روید. مثلا من جایی که در اونجا یک خودتان در حالت آرامی بی خطری حس میکنید، خانه مادرتون است، این یکون من استراحتگاه است. ما یک قدم را از دوشنبه در استراحتگاه داریم که حسابش کن. من در 20 سالی که من در جمعیت کار میکنم، زیاد از من بغیر از تجربه اویلاداری و فرزند کلان کردن و من یاد ندارم که من باری به استراحتگاه یا جایی رفته باشم. این هم یکی از سبب هست. زیرا آدم زنده اگر یک تلفن شما دور در روز به استفاده برید، همون بطریش میشند. اگر به عمر اون بطری اگر 3 سال یا 5 سال باشد، اگر شما شب روز به استفاده برید، عمرش کوتاه میشد. شما تصور کنید که آدم از کجا باید ضرر بگیرد؟ ما از همدیگر میگیریم، ما استراحت میکنیم، ما از طبیعت میگیریم، ما از مهربانی همدیگر میگیریم. ولی وقتی که شما از مادرتان این مهربانی رو ندیدید و امروز هم در دلتان از اون گله زیاد دارید، وقتی که از شوهرتان چیزا ندارید، وقتی که در جای کارم شما خودتون همیشه در حالتی زیر نظارت شدید قرار میگیرید، شما از کجا قوت مهربانی داشته میتوانید؟ نسبت خودتون باید مهربان شدن یاد گیرید. و من یک چیز دیگری که مثال حاضر در تشویش هستم، همین چیز همین خیر در دل فرزند خود چیز میماند، لیکن همین فعل بدی که مثال در من هست، همین در دخترم چیکار کنم، در دخترم مثلا در پسرم که نگذره، همین قطع شود، همین به یک بار. او خود سلسله را از شما سر میکنه. شما اول در خودتون قطع میکنید. بعد وقتی که شما کاملا قدم به قدم که پیش رفتید، دلتون خالی شد، آرامتر شدید، شما میتوانید فرزندتون رو شنونید و از اونها عذر پرسید. گفت که کاری من نادرست بود، خواهش میکنم شما اینو دوام ندید. گفت که من هیچ از کار کرده خودم رضا نیستم. من همیشه و همون تشویشاتون رو بر روی روز با فرزندتون گویید که همین قصه ما همین شد که مادر کلانی من شتم میخورد، مادر من شتم میخورد، از شوهرشون گپ میشوندن، از اذیت میکشیدن، اذیت به سر ما میریختن. منم در همین حالت اومدم، منم در همین حالت مادر شدم. منم جوان بودم و وقتی هیچ صرفم نمیرفتم که من میتوانم سلسله رو قطع کنم. و امروز من نو با این خلاصه اومدم، نو نزد متخصص رفتم، این چیزا با من فهموند و ولی عین زمان اون چیزی که من به شما گفتم اینو اجرا میکنید. شما سحر میتونید بر وقت‌تر از خانه‌تان بروید، 10-15 دقیقه در یک باغ نشینید در حالت خاموشی، خودتان با خودتان باشید. یا که بیگاه اگر از کار برآمدید یک بار خانه نروید. پیش از خانه رفتن من نمیدونم در دوام روز اگر توانید به یگان دوگانه خوبتان یک جا نشینید، یک پیاله چای نوشید، در موضوع خوب صحبت کنید، در موضوع حسن صحبت کنید، در موضوع لباس‌های زیبا صحبت کنید، در موضوع فیلم‌های خوب صحبت کنید، در موضوع شهر نازنین صحبت کنید. یعنی کوشش کنید که با همون عالم پر از درد علامتان یک ذره روشنی وارد کنید. بیگاه هم پیش از کار رفتن میتوانید عیناً همین مشق اجرا کنید. روید در یکم باغچه کمتر نشینید. میتوانید به تنهایی نشینید، میتوانید همراه کسی. نسبت خودتون مهربان باشید. غم خودتون خوردن سر کنید. مثلا بیگاه آمدید نه غذایی رو پزید که برای دیگران است، ضرور است. فکر کنید خودتون چی خوردن میخواهید، همون رو پزید.
بعضا خراجات هر دو شخص است. یک هفته در یک هفته یک بار گوید که امروز روز من است. من امروز غذای میخواسته که خودم میپزم. من امروز 1 ساعت در باغ میشینم و صدای موسیقی است، جنبش درختان است، مهربانی طبیعت است. اینا برای خودم قبول میکنم. در یک هفته یک بار، در یک ماه یک بار فرزندتون گیرید، یگانجا تماشای یگان فیلم خوب روید. تشکر معلمم. من کوشش میکنم که از مصلحت‌های شما استفاده برم. امید میکنم که همین زنندگی که مثلا دستی زنندگی که دارم و یک بار اگه قطع میشود، یک بار نمیشود. برای شما برای این کردن وقت لازم میشد. خودتون سخت گناهکار است نکنید. هیچ گناهکاری اون چیزی نیست که به شما حاضر لازم باشد. هیچ مسئولیت است. خوش یک چیزای دیگر هم هست. وقتی که دستتون بالا میشد خودتون دستتون دارید. یک بار دو بار سه بار دارید. هم یک لحظه وقتی که شما یک بار دو بار دستتون میدارید باید با کودکتون مصلحت کنید. گوید که من وقتی دستم میبردارم یگان کلمه برای خودتون رمز کنید. کد پرول کنید. وقتی که شما دستتون میبردارید بذارم کلمه بگوید. اما چیزی عجیب، یک چیز دیگری که مثلا من باز میکند با وجود همین کودکان من مثلا قدر مهر و محبتی که دارن نسبت من، فکر میکنم یگان فرزند دنیایی نسبت مادر و پدرش اینقدر مهربان نیستن. من حیران میشم. واقعا همین خیلی است. فرزندان ما رو از اون که ما گمان میکنیم بیشتر دوست میدارن. برای این واقعا یک تحفه بسیار عجیبی طبیعت است که ما نه همیشه آن رو حس میکنیم. خوش از بس که وقتی ما با آخر رسید ما همینجا صحبت با آخر میرسونیم. من امیدوارم که شما از این صحبت برای خودتون چیزی بسیاری گرفتید. نسبت خودتون مهربان باشید. از مهربانی شما فرزندان شما نیز بهره مند میشن. این بود برنامه این ساعته ما. بینندگان عزیز، صحبت ما اینجا به انجام میرسد و امیدوار هستم که شما هم از این صحبت چیزی برای خودتان گرفتید. هنگام قهر و غضب چگونه فرو بردن قهر و غضبتان رو آهسته آهسته شاید شما هم یاد میگیرید. زیرا عملهایی که در حالت غضب اجرا میشوند همیشه پشیمانی بار میآورند. تا صحبت آینده در تلویزیون سفینه. اگر خواهش مراجعت کردن داشته باشید مرحمت به تلفن هایی که در زیر اکران حاضر برای شما نشان داده می شوند زنگ زنید، مراجعت کنید. ما با شما نیز آماده هستیم صحبت کنیم. آباد باشید.